آنهایی که قرآن رو خوانده می توانیم به یگان وسوسه، به یگان این طرف و اون طرف دست به کتاب پروردگار شوید، این فرصت ها رو غنیمت دانیم. اما اونهایی که قرآن خوانده نمی توانند که خیلی زیاد هستند و خیلی متاسفم برای آنهایی که خواندن کتاب پروردگار رو تا امروز برای خود وظیفه نگرفتند. و بعضی خواهرانی هستند که میگویند من کودک دارم، خانه دارم، جا دارم. همه کودک دارد، همه خانه و جا دارد و من بارها میگویم که من خود شاهد بودم. پیرزنها و هنوز هم شاهد هستم، پیرزنهای 70 ساله و 60 ساله بعد از قبول اسلام اولین کاری که میکنن دست به خواندن قرآن میزنن که پروردگارم به من چی میگوید. ما که سالها مسلمان هستیم و فراموش کردیم که قرآن خواندن چی هست و ثواب گرفتن چی است. پس عزیزان، اونهایی که قرآن خواندن نمیتوانید، چی پیر و چی جوان، هنوز فرصت دارید. فرصت طلایی در این ماه